اولین چیزی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم فرمول حسابداری است. فرمول حسابداری عبارت است از دارایی مساوی بدهی به علاوه سرمایه. از مثال هایی که میتونیم راجع به دارایی بزنیم، از اون چیزایی که میتونیم در نظر بگیریم مثل وضع نقد، حساب‌های دریافتنیه. حساب‌های دریافتنی یعنی اون حساب‌هایی که در واقع طلب ما از دیگرانه و از حضور شما بابتش هیچ سندی هم نگرفتیم. اصلا دریافتن دوباره همون طلب ما از دیگرانه و بابتش چکی، سفته چیزی گرفتیم از کنیم. موجودی مواد کالا داریم، جزو دارایی ها حساب میشه. اموال، ماشینالات و تجهیزاتی که یه مؤسسه داره میشه جزو دارایی هاش و پیش پرداخت هایی که راجع به یه کاری داده و از حضور شما یه کالایی رو خریده قبلش یه پیش پرداختی داده یا یه خدمتی رو از حضور شما استفاده میخواد بکنی یه پیش پرداخت داده که اینا جزو دارایی های اون شرکت. راجع به سرفصل بدهی ها مثلا طلب دیگران از مؤسسه ما، حساب های پرداختنی یعنی در واقع بدهی هایی که بابتش هیچ سندی به اون طلبکارمون ندادیم ولی جزو بدهی های شرکت. اسناد پرداختنی هم دوباره همون بدهی های مؤسسه است ولی بابتش مؤسسه چک یا سفته داده به طلبکار. وام هایی که گرفتیم و باید اقساطش رو پرداخت کنیم. پیش دریافت هامون که مثلا فرض کنیم یه خدمت قرار ارائه بدیم از مشتری یه پیش دریافتی گرفتیم، اونا جزو بدهی های ما هست. سرمایه هم عرض بزرگ شما آورده نقدی مالکان، آورده غیر نقدی مالکان. چیکار میکنم؟ فرض کنیم یه این مؤسسه که ایجاد شده مثلا زمینش رو یکی داده، ساختمون یکی داده یا یه سری آورده های نقدی آورده، این نمیشه سرمایه اون مؤسسه.